ماسک خاکروس مدیکیوب یا ماسک آبی مدیکیوب، زیرو پر، بدون منافذ، بدون جوش سرسیاه. جعبه‌شو بررسی میکنیم. به این صورت رنگ بندی جعبه رو دقت کنید. اینم یه حالت چند رنگی داره جعبهش موقعی که نور میفته. اطراف جعبه باید بررسی کنید اگه حالا گرفتید. روی جعبه و حتی اینجا هم نوشته ها رو داره و زیرش اکسپایر و بچ کد هستش که اون بچ کدی که هست با این بچ کدی که اینجا درج شده باید یکی باشه. وقتی ماسکو باز میکنی به این صورت پلم هست. بچ کد هست و تاریخ انقضا، دوباره بچ کد. رنگش نحوه استفاده بعد از شستشوی صورت روی پوستتون میزنید. اون جایی که جوشه سرسیه دارین، منافذ سرسیه دارین و منافذ دارین. اگه تونر استفاده میکنید تونر رو بعد از این استفاده کنید. برای استفاده بهتره که به جای انگشت از قاشقک‌های چوبی استفاده بکنید. خب بعد از استفاده از این محصول، من این محصول ارزنده میبینم نسبت به قیمت فشال بیرون و نسبت به حجم و کیفیتی که داره. واقعا پوست رو تمیز میکنه و منافذ رو کاملا پاکسازی میکنه. حالا توی چند بار استفاده خیلی هم میتونه بهتر باشه. در کنارش اگه شوینده خوب و مکمل هم استفاده بکنید خیلی عالی تر هم میشه. یه درجه خیلی کمی توی یه بار استفاده پوست رو روشن‌تر میکنه. در کسایی که توی شهرهای آلوده هستن به نظرم خیلی میخوره. به اونایی که حالا به صورت منظم پوستشون رو نشستن و پوستشون به یه لایه برداری عمقی احتیاج داره. در کل محصول ملایمی بود، بگم پوستم رو اذیت کرد نکرد و نمره خوبی بهش میدم.